از دعوتی که انجام شد واقعا خیلی پر رونق و به منم انرژی داد. فکر نمی‌کردم اینقدر استقبال خوبی بشه از نمایشگاه. دوستان که زحمت کشیدن، آقای دکتر کبریایی زاده، آقای تربیه زاده و سایر دوستان که بنده رو محبت داشتن و دعوت کردن به اینجا برای سخنرانی، خب خیلی به این فکر کردم که درباره چی صحبت کنیم که هم تازه باشه، هم یه مقداری شاید سیاستگزارهای ما رو به خود بیاره. و تصمیم گرفتم که از یک زاویه تقریبا فکر میکنم خیلی جدید، لااقل در کشور ما خیلی جدید، به موضوع دارو میشه نگاه کرد. عنوان کلی ما ارزیابی شاخص‌های کلیدی صنعت دارو بر قدرت ملی ایران و چشم‌اندازی است که در سالهای پیش رو داریم. یک مفهومی رو میخوام اینجا معرفی بکنم که در جهانش هم تازه است، یعنی کاملا ابداع خودمه، به اسم ژئوفارماپولیتیک. میشه امروز زیر شاخه ای از ژئوپلیتیک بهش نگاه کرد، مثل ژئواکونومی، مثل ژئواستراتژی. شاید سالها قبل نیازی نبود کسی که در صنعت دارو کار میکنه حتی اطلاعی از روابط خارجی و سیاست‌های جهانی و اینها داشته باشه. برخلاف این سالهای قبل که ازش داریم حرف میزنیم، امروز موضوع درمان و بهداشت و سلامت عمومی و به طور خاص دارو یک مبحث امنیت ملیه. در گذشته دسترسی آسان و برابر به دارو یک امر بخشی از حقوق ابتدایی انسان‌ها در جوامع مختلف دیده میشد، همین. اما امروز این موضوع خیلی فراتر هست و میتونه به قدرت ملی کشور، ضعف اون یا قوت اون مربوط باشه. مفهوم ژئوفارماپولیتیک میتونه تحلیل یا یک نوع زاویه نگاه به موضوع و صنعت دارو و درمان به طور کلی در ارتباط بین قدرت‌های بزرگ جهانی مثل امریکا، مثل چین، مثل اتحادیه اروپا، مثل هند و روسیه و خیلی های دیگه، و در سطوح مختلف این قدرت مثل ترکیه، مثل عربستان، مثل ایران، مثل نیجریه و همه کشورهایی که توان نقش آفرینی‌های بین‌المللی و سیاسی دارند. رابطه بین اینها و زنجیره ارزش دارو و درمانه و اینکه موقعیت جغرافیایی کشورها در اقصا نقاط جهان چطور اولا تحت تأثیر روابط بین‌المللی و منازعات سیاسی، اتحادها، ائتلاف‌ها یا رفتارهایی مثل تحریم‌ها، تعرفه‌ها و غیره قرار میگیره و این اثرگذاری و اثرپذیری بر تولید، توزیع و دسترسی و امنیت دارو در جهان موثره. چرا این موضوع مهمه؟ چون ما داریم از انسان‌ها حرف میزنیم دیگه. جامعه‌ای که شهروندان اون ضعیف هستند، بیمار هستند، فقیر هستند، توان حمایت درمانی از خودشون رو ندارن، یعنی یک نیروی کار ضعیف‌تر داره، یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر داره، یعنی یک کشور ضعیف‌تره و این ضعف مرتب خودش رو در اون رقابت‌های جهانی باز تولید میکنه و جایگاه کشور رو در نردبان جهانی کاهش میده. پس دسترسی به دارو و درمان به خصوص امروز که ازش حرف میزنیم و بعد از بحران کووید ما اون رو خیلی آشکار دیدیم، صرفاً یک موضوع بهداشتی و سلامت نیست، میتونه یک پرستیژ ملی باشه، میتونه بخشی از قدرت نرم کشورها باشه. کشورهایی که واکسن تولید میکردن، در اختیار میگذاشتن، میتونستن بر قلبها و ذهنها حکومت کنند. همه جای دنیا مردمی که به خاطر بیماری کووید تحت تأثیر بودن، نگران سلامتی خودشون و اطرافیانشون و عزیزانشون بودن، زمانی که واکسن رو میدیدند که حالا چه از چین یا از اروپا یا از امریکا میتونه جان اونها رو نجات بده، دید اونها ناخودآگاه نسبت به کشور یا کشورهای تولید کننده این واکسن ها بهتر میشه. این یعنی قدرت نرم اون کشورها بر ما افزایش پیدا میکنه. به علاوه ایالات متحده در اون دوره تحت فشار بود، چون خیلی شرکت هایی که در زنجیره تولید واکسن بودند امریکایی بودند که پتنت ها رو اجازه بدن که
عمومی تر بشه و بقیه بتونن از اون استفاده کنن. با فشار زیادی امریکا بخشی از محدودیت‌ها رو برداشت. یعنی چی؟ یعنی امریکایی‌ها سعی می‌کردن که واکسن فایزر رو به عنوان یک برند امریکایی که از سایر واکسن‌ها ایمن‌تر هست، اما نکتهش این هست که دسترس ملت‌هایی قرار میگیره که در رابطه خوبی با ایالات متحده دارند، تو اون قالب حفظ کنه. این یک شکلی از ناسیونالیسم داروییه و امریکا از اون ابزار برای نفوذ بر بقیه کشورها استفاده میکنه و کرده و در آینده هم احتمالاً ما این روند رو با این وضعی که امروز در جهان داریم میبینیم، پایان جهانی شدن‌های لیبرالی که قبلا میشناختیم، این ادامه خواهد داشت. خب پس این مفهوم رو من از این جهت به کار میگیرم که صنعت دارویی کشورها در زنجیره ارزش جهانی دارو بخشی از یک ابزار سیاسی و شکل دادن به هرم نظام جهانی است. همین رو که عرض کردم مقدار اینجا بیشتر باز کردم که چطور در دیپلماسی واکسن که ما هم به شدت درگیرش بودیم در دوره کووید کاملا آشکار بود. شکاف شمال جنوب خیلی روشن بود. 75% از طبق آماری که وجود داره واکسن هایی که خریداری شد در دوره بحران کووید مربوط به کشورهای ثروتمند بود، یعنی توسعه یافته بود، و کشورهای فقیر که بخش بزرگی از جمعیت جهان رو تشکیل میدن طبق آمار به کمتر از 10% به این واکسن ها، یعنی از جمعیت اونها به این واکسن ها دسترسی پیدا کردن. بنابراین موضوع سلامت عمومی مثل انرژی، مثل غذا، مثل آب میتونه به یک ابزار سیاسی و امنیتی تبدیل بشه و بنابراین میباید کشورها اون رو به عنوان یک دستورکار امنیت ملی نگاه کنن، چیزی که تا امروز ما در این شدت و با این حدت نداشتیم. در همون دوره متأثر از همون ناسیونالیسم دارویی و درمانی که اشاره کردیم، خیلی داروهای حیاتی و API ها صادراتش محدود شد به خاطر نیازی که خود کشورها در این دوره داشتن. قبلا اصطلاحاً ما در زنجیره ارزش جهانی دارو هم آفشورینگ رو زیاد داشتیم، یعنی امریکایی ها بخشی از تولید رو برون سپاری میکردن به کشورهای دیگه که نیروی کار ارزانتر دارند، ممکنه زمین ارزانتر داشته باشن و غیره. ما بعد از کووید شاهد ریشورینگ بودیم، یعنی دوباره اینا فراخوان شدن به کشورهای مادر خودشون. در امریکا به خصوص این مفهوم ریشورینگ به طور خاص ابداع امریکایی هاست، برای اینکه نه فقط در حوزه دارو، در صنایع دیگه، در نیمه هادی ها و غیره، در تولید باتری ها و اینها به این سمت رفتن، از جمله در حوزه دارو. در پایان کووید چند اتفاق رخ داد که یکیش این بود که بیوفارما به یک صنعت امنیت ملی تبدیل شد و از بعد جهانی و مدنی اون کاسته شد، بیشتر به درون مرزها کشیده شد. دوم این که نگران از اون چه در آینده ممکنه دوباره به خاطر یک پاندمی جدید احتمالاً رخ بده، سیاست‌های صنعتی دارویی توسط کشورها در اینداستریال پالیسی اینها جایگاه تازه‌ای پیدا کرد و تقویت شد، یعنی مورد حمایت قرار گرفت، چه از طریق تعرفه‌ها، چه از طریق یارانه‌ها یا سیاست‌های غیر تعرفه‌ای. سوم این که بازار دارو در جهان مشخص شد که چند قطبی است یا بهتر از چند قطبی باشد. امروز چین، هند، اروپا و امریکا قطب‌های اصلی هستند، اما کشورهای دیگه با توجه به مزیت نسبی‌های متفاوتی که دارن سعی می‌کنن در این نظام جهانی قطب‌بندی شده یک جای مناسب پیدا کنند و بنابراین از تسلط ایالات متحده به طور نسبی خارجه. و سوم و چهارم همون مورد که عرض کردم، خیلی روشن شد که دارو و واکسن امروز به عنوان بخشی از دیپلماسی یا در موارد منفی به عنوان سلاح مورد استفاده قرار میگیره و بنابراین همین موضوع هست که جوهره مفهوم ژئوفارماپولیتیک رو میتونه تشکیل بده. وقتی ما از این مفهوم حرف میزنیم دو بخش داره با دید اقتصادی صنعتی، یک سمت تقاضا داره و یک سمت عرضه داره. در سمت تقاضا به خاطر افزایش بهداشت عمومی و سواد بهداشتی در سراسر جهان
رشد طبقه متوسط شهرنشین در بسیاری از کشورها تقاضا برای درمان و دارو بالاست. رابطه مستقیمی بین درآمد سرانه و میزان مصرف دارو یا مراقبت‌های بهداشتی در جهان وجود داره. خب پس این یک مورد باعث شده که تقاضا افزایش پیدا کنه. اصطلاحاً در جهان بهش میگن فارمرجینگ، در واقع ترکیبی از فارما و ایمرجینگه. فارمرجینگ مارکتس، بازارهای نوظهور، به خاطر همون تحول جمعیت شناختی و اقتصادی که رخ داده تقاضا برای دارو زیاده. ما در سمت عرضه پدیده‌ای داریم به اسم فارمرجینگ پاورز، یعنی قدرت‌های نوظهوری که توانایی تأمین بخشی از این نیاز رو در جهان دارند. بنابراین رقابتی هم بین اون فارمرجینگ ها در حال شکل گیریه. برای اینکه یک کشوری، یک قدرتی مثل ایران در اندازه منطقی و محدود خودش بتونه به یک قدرت ژئوفارماپولیتیکی تبدیل بشه، چند تا ویژگی اصلی میباید داشته باشه. اول اینکه حداقل وابستگی به تولید کننده‌های خارجی دارو رو در قسمت‌های مختلف زنجیره، از محصول نهایی در پایان یا تهیه مواد اولیه میباید داشته باشه. یعنی تا جایی که ممکن هست باید خودکفا باشه، نه به طور مطلق ولی تا جای امکان. دوم اینکه در تحقیقات، یعنی در آرندی و ساخت داروهای نو باید پیشرو باشه، حرفی برای گفتن در جهان باید داشته باشه. سوم اینکه کمترین سطح از قابلیت جایگزین شدن در زنجیره ارزش جهانی دارو داشته باشه. یعنی اگر اون کشور یا شرکت‌های اون کشور از بازار یا از زنجیره حذف بشن، کل زنجیره آسیب ببینه و به آسانی قابل جایگزین شدن نباشه. و آخری اینکه میباید توانایی صادرات به کشورهای بیشتری در جهان رو داشته باشه. هرچه کشورهای بیشتری به تولیدات دارویی ما وابسته باشند، خب این معنیش این است که ما نفوذ بیشتری بر روی اونها داریم و این قدرت ژئوفارماپولیتیکی ما رو میتونه افزایش بده. با این توصیف، با این مفهوم، جهان کجاست و ما کجاییم؟ وضعیت بازار داروی جهان رو در سال 2024 دارید مشاهده میکنید که بیش از 1 تریلیون دلار برآورد شده و بزرگترین بازار دارویی هم به همون دلیل که عرض کردیم درآمد سرانه بالا منجر به شکل‌گیری بازارهای بزرگ مصرف میشه، ایالات متحده است. چین، آلمان، ژاپن، فرانسه و بریتانیا در رتبه‌های بعدی هستند. بیشترین هزینه دارویی هم مربوط امروز به داروهای مربوط به سرطان هست که 252 میلیارد تخمین زده شده. در آینده این مقدار تقویت هم خواهد شد که در بعد اصلاحات‌های بعد بهش توجه میکنیم و میرسیم. آرندی هم بخش کلیدی حوزه دارو هست و یکی از نقاط ضعف بزرگی که ما در ایران داریم همین موضوع آرندی است. حدود 190 میلیارد دلار در شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان برآورد میشه. هزینه آرندی هم به عنوان بخشی از فروش در حال افزایش بوده در طول سالهای گذشته و تأمین مالی بیوفارما هم به همین طریق روند سوری داره که نشون میده در سالهای آینده این صنعت نقشش خیلی کلیدی تر خواهد بود برای اینکه قدرت‌های پیشرو ژئوفارماپولیتیکی رو تعیین بکنه و تعریف کنه. و در رشد حوزه‌های نوظهور هم رادیو داروها و درمان‌های RNA بیشترین رشد رو داشتن. طی 5 سال 2 برابر بودن که سرعتش خیلی قابل توجه. اینجا هم سهم هزینه آرندی رو به عنوان نسبتی از فروش داریم می‌بینیم که خیلی جالبه. طی 1 دهه رشد بسیار جهشی داشته که نشون میده آرندی به دلیل همون رقابتی که عرض کردم، همون نااطمینانی و عدم قطعیتی که وجود داره و کشورها رو سوق میده به سمت ناسیونالیسم درمانی، هدایت کرده به سمت تخصیص بودجه‌های بیشتر برای تحقیق و توسعه در حوزه دارو و عقب ماندن از این روند هست که آغاز عقب ماندگی در سایر روندهای صنعتی حوزه دارو میتونه باشه. در حوزه داروی ایران 3 موضوع کلیدی و شاخص هست که میباید به اون نگاه شه. اول توانایی تأمین بازار داخلی. همونطور که گفتیم چه مقدار از بازار ما رو خود ما در داخل تأمین میکنیم. هر چقدر وابستگی ما به تولیدات خارجی بیشتر باشه، این نشون دهنده ضعف
صنعت دارو در ایران هست و باز به کاهش قدرت ژئوفارماپولیتیکی ایران در آینده میتونه منجر شه. دوم، بازارهای صادراتی، به چند کشور میتونیم صادر کنیم و چه مقدار در اون بازارها نفوذ پایدار داریم، به این معنی که رقابت پذیری ما در اونجا چقدر بالاست. سوم، اینکه نقش ما در زنجیره ارزش جهانی کجاست. با این دید یه نگاه بندازیم به توانایی تامین بازار داخلی. سهم هزینه‌های بهداشت و درمان از هزینه خانوارهای شهری و روستایی رو دارید می‌بینید. خب این همونطور که مشخص هست نسبت به خصوص در خانوارهای شهری که مهمن، چون طبقه متوسط رو ازش داریم صحبت می‌کنیم، شهرنشین که آگاهی و سواد بهداشتی و درمانی دارند، این روند رو به کاهش بوده. احتمالاً تحت تأثیر کوچک شدن سبد خانوارها و اولویت پیدا کردن موضوعات دیگری مثل خوراک، مسکن و پوشاک، سهم درمان کمتر شده که میتونه خطر جدی و ماندگار برای امنیت ملی ایران باشه. در اینجا هم باز در ارتباط با توانایی تامین بازار داخلی، وابستگی بازار داخلی به واردات رو داریم می‌بینیم. سهم فروش وارداتی از کل فروش حالا تولیدی و وارداتی ما در شرکت‌های دارویی 403 19% بوده و نسبت به 402 هم کمتر شده. در ارتباط باز توانایی تامین بازار داخلی، اون چه که مهم هست این چهار، در قسمت چپ صفحه شما دارید ملاحظه میکنید، این چهار بخش یعنی ماده مؤثره دارویی APA، مواد جانبی، مواد اولیه بیولوژیکی و داروی نیمه ساخته هست که کلیدی است. این در پروسس تولید و به محصول نهایی تبدیل میشه. در ارتباط با این روند واردات ورودی های اولیه زنجیره تولید هست. باز به اسلاید قبل برگردیم نگاه کنیم، یعنی از اون چهار قسمتی که سمت چپ صفحه دیده میشه، ورودی های ما رو به کاهش بوده. این یعنی تولیدات ما دچار مشکل و نقص هست و میتونه به خودبسندگی تولیدات دارویی ما آسیب بزنه. مشکلات فراوانه، اینکه چرا کاهش پیدا کرده، از موضوعات تحریمی تا اشکالات مربوط به تأمین مالی که بخش بزرگی از بنگاه‌های ما امروز در صنعت دارو درگیرش هستند، تا موضوعاتی مثل پیمان سپاری ارزی، قیمت گذاری دستوری، معضلاتی که به رغم اینکه بارها گفته شده هیچ کدوم هم حل نشده، در این کاهش روند واردات حتما تأثیر داشته و باز در یک نگاهی به گذشته که قبلا عرض کردم میتونه به امنیت ملی ما نه فقط به صنعت دارو آسیب بزنه. روند صادرات محصولات دارویی ما هم خب رو به افزایش بوده. این میتونه خبر خوبی باشه. ما بر اساس کدهای تعرفه 4 رقمی رو بررسی کردیم بر اساس کتاب مقررات و این اعداد استخراج شده. 136 میلیون دلار در 403 بازارهای صادراتی ما بودن که غالبا شامل این مقاصد هستند، یعنی آلمان، ایتالیا، عمان، عراق، روسیه، افغانستان و ما بقیه کشورهایی که ملاحظه میکنید. 80% صادرات دارویی ما رو این 6 بازار تشکیل میدن. با توجه به مشکلاتی که ما احتمالاً با اروپا به خصوص یعنی ایتالیا و آلمان در آینده نزدیک به خاطر اسنپ بک داشته باشیم، بنابراین حجمی از صادرات ما ممکنه در معرض مخاطره قرار بگیره. البته ما با کشورهایی مثل عمان و افغانستان و بقیه هم همین مشکل رو به نحوی خواهیم داشت، اما کشور اروپایی چون استانداردهای سختگیرانه تری برای رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دارن و البته به خاطر اینکه مرزهای مشترک با ما ندارن، این تجارت میتونه بسیار سخت‌تر باشه و به صادرات داروی ایران آسیب بزنه. اما نقش ما در زنجیره ارزش جهانی کجاست؟ این به شکل استاندارد زنجیره ارزش جهانی حوزه دارو هست. در واقع از تحقیق توسعه شروع میشه تا استفاده در مرحله پایانی تمام میشه. کدام یکی از اینها با ارزش داره؟ شما میدونید دیگه. بیشترین مقدار ارزش افزوده‌ای که در زنجیره وجود داره در بخش بالادستی، یعنی در بخش آرندی و دیزاین و مانیفکتچرینگ و پایین ترین ارزش افزوده به حلقه های بعدی مربوط میشه.
در اینجا بر اساس آماری که وجود داره بخش عمده کالاهای صادراتی ایران در حوزه دارویی مربوط به داروهای دوزبندی شده یا خرده فروشی ذیل کد تعرفه 3004 54% و فراورده های خونی هم و واکسن ها که بخشش به اروپا هم صادر میشه حدود 37% داره تشکیل میده. بنابراین ما در صادرات دارویی در سال گذشته در بخش پایین دست زنجیره بودیم، یعنی اینکه ارزش افزوده پایینتری در مقایسه با حلقه های بالادستی زنجیره داریم که مربوط به حوزه نوآوری، آرندی و توسعه API های میشه. ما در حوزه API میدونید که بیشتر وارد کننده است. خب و چشم انداز جهان در سالهایی که پیش رو داریم، ما تا 2029 طبق آمار این رو از بانک جهانی و WHO استخراج کردیم، هزینه جهانی داروها با نرخ رشد 58% در جهان به شکل میانگین رشد میکنه. ارزش کل بازار از 1.6 امروز به 2.4 تریلیون دلار میرسه و سهم داروهای بیوتک از 23% به 34% رشد خواهد کرد که این نشون میده این صنعت در آینده میتونه چقدر اهمیت داشته باشه. همینطور داروهای تخصصی. در رتبه‌بندی کشورها هم تغییر جزئی رو ما در طی 4-5 سال آینده خواهیم دید. امریکا همچنان بزرگترین بازار دارویی یعنی مصرف کننده، اما در عین حال تولید کننده هم هست. این نکته جالبیه که مهمترین تولید کنندگان جهان غالباً نه همه بزرگترین مصرف کنندگان هم هستند. چین جایگاه دومش رو حفظ میکنه، ژاپن یک رتبه کاهش پیدا خواهد کرد و آلمان و کشور اروپای غربی هم همچنان سهم خودشون رو از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان در بازار خواهند داشت. ما بازارهای نوظهور مثل هند و برزیل رو هم داریم به خاطر جمعیت و همون طبقه متوسط تحصیل کرده و رشد پیدا کرده که بخش از این بازار رو در دست خواهند گرفت. اما حوزه‌ای که جنبه استراتژیک داره برای صنعت دارو در آینده، یعنی تا همین 5 تا 10 سال آینده، حوزه زیست داروهاست. 34% از کل هزینه کرده جهانی دارو رو در تشکیل میده. داروهای مربوط به سرطان همچنان رشد دارند، چاقی و دیابت، ایمونولوژی و بیوتک و داروهای جدید هم به همین ترتیب و داروهایی که مربوط به آلزایمر و اختلال روانی و غیره هستند بخشی از این رشد خواهند بود. در این نمودار شما داروی تخصصی رو می‌بینید که همون 46% هزینه جهانی رو شامل شده و 54% از کل هزینه در بازارهای توسعه یافته رو و کشورهایی که فارمرجینگ نامیده میشن هم با یک شیب ملایم در حال رشد هستند تا سال 2029. خب ما چه کار میتونیم بکنیم برای اینکه ایران یک بازیگر ژئوفارماپولیتیک در جهان تبدیل شه، یعنی از حدود منطقه‌ای که امروز داره به خارج از این منطقه حرکت بکنه؟ یک اینکه استانداردهای بین‌المللی ما در حوزه دارو بسیار ضعیفه. حداقل با استانداردهای سختگیرانه‌ای که امروز در FDA و EMA یعنی ایالات متحده، FDA و اروپا EMA وجود داره فاصله داره. وابستگی مواد اولیه‌مون به ویژه در تولید بیولوژیک بالاست. این هم یک مشکله. تحریم ها که خب منجر به این شده که هم ما در صادرات مشکلات بزرگی داریم، هم در تأمین مواد اولیه و هم در تجهیزات تخصصی این حوزه مشکل مضاف بر اون چه قبلا بود داریم و به خاطر محدودیت‌های همکاری‌های بین‌المللی هم در کارآزمایی‌های بالینی هم دچار نقص هستیم. این 4 چالش عمده است بین بقیه چالش‌های خردتری که وجود داره، مانع از این هست که ایران بتونه به یک بازیگر کلیدی در این حوزه تبدیل بشه. اگر روزی قرار باشه یک سیاست صنعتی برای صنعت دارو نوشته بشه، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یک اینکه باید معطوف باشه به چشمانداز بلند مدت در اون رقابت‌های بین‌المللی که ازش حرف زدیم و تمرکز بر مزیت نسبی ایران. ما باید داروهای ژنریک پرمصرف و بایوسیمیلارهای استراتژیک رو شناسایی کنیم و روی چند حوزه نوآورانه تمرکز کنیم به جای اینکه روی همه حوزه‌ها بخوایم یا بدون هدف سرمایه گذاری کنیم.
انتخاب حوزه‌ای با امکان رقابت منطقه‌ای میتونه به رقابتی تر شدن صنعت دارویی ما کمک کنه. بنابراین اون اینداستریال پالیسی باید با نگاه به کمک به رقابت پذیرتر کردن ایران با رقبای همتراز طراحی شه. سوم، همونطور که اشاره هم کردم در مورد اول، میباید از سرمایه گذاری در اقلام مختلف دارویی خودداری کنیم و روی چند حوزه‌ای که در اون مزیت نسبی داریم و امکان رقابت داریم تمرکز کنیم. دومی که باید استانداردهای بین‌المللی رو به سمتش حرکت کنیم، یعنی ما باید تمرکزمون بر روی کیفیت باشه. وقتی از خودکفایی حرف میزنیم منظور ما این نیست که همه داروها باید در کشور تولید بشن. منظور ما این هست که داروهایی که اولا برای سلامت عمومی جنبه استراتژیک دارن، دوم این که رقابت ما با قدرت‌های جهانی یا به عبارت دیگه شرکت‌های رقیب جهانی رو میتونه تسهیل بکنه و امکانش فراهم بکنه، روی اون داروها ما باید خودکفا بشیم. یعنی اونها رو وارد کننده نباید باشیم در چیزی که میخوایم رقابت کنیم. الزام خروج تولید ما به سمت استانداردهای اتحادیه اروپا ضروریه، برای اینکه بسیار بدونید اتحادیه اروپا در حوزه دارویی استاندارد گذاره و ما چاره ای نداریم برای اینکه اگر میخوایم در این رقابت ها و در بازارهای جهان باشیم میباید این استانداردها رو الزام کنیم برای تولید. امروز جی ام پی ما داخلیه، یعنی در واقع برگرفته از اتحادیه اروپا، حتی نزدیک به اون هم نیست در قالب البته اوضاع. حرکت به سمت پیش صلاحیت WHO هم کلیدی و مهم است، یعنی رفتن به سمت استانداردهای جهانی سازمان که غالب کشورها از اون پیروی میکنن. در زنجیره روی همونطور که گفتیم API مواد اولیه استراتژیک باید تمرکز کرد که اونها رو در داخل کشور بتونیم تولید کنیم و در توسعه زیرساخت‌ها به خصوص برای بیوفارما لازم به سرمایه گذاری هست. باید جزء اولویت‌های سرمایه گذاری یا جذب سرمایه گذاری خارجی میباید باشه و شرکت‌های تولیدی قراردادی برای جذب سفارش خارجی که رقابت پذیری شرکت‌های ما رو میتونه بهتر کنه. در تحقیق و توسعه آرندی هم به همین ترتیب مهمه. صندوق‌های ویژه نوآوری دارویی میتونن شکل بگیرن با کمک دولت. مشوق‌هایی که دولت در حوزه مالیات میتونه بگذاره، مثلا برای اون دست از شرکت‌هایی که 5% فروش رو به آرندی صرف میکنن. فقط 5% رقم زیادی نیست، توجه بکنیم. در شرکت‌های بزرگ دارویی امروز جهان سهم آرندی از کل فروش بین 17 تا 24%. رقم بسیار بالاییه، ولی همین مقدار هم که اتفاق در ایران بیفته میتونه که شایسته مشوق‌های مالیاتی باشه و حمایت از کارآزمایی بالینی چند مرکزی در ایران هم که ایران رو میتونه به هاب منطقه‌ای تبدیل کنه میتونه مقدمه خوبی باشه. در دیپلماسی سلامت و بازاریابی یا بازارسازی خارجی، در سیاست صنعتی ما باید ربط و پیوند مستقیمی بین سیاست خارجی و حوزه صنعت دارو باید برقرار باشه. پیمان‌های منطقه‌ای که خرید تضمینی مشترک رو میتونن ایجاد بکنن یکی از نتایج دیپلماسی سلامت هست و استفاده از دارو به عنوان ابزار دیپلماسی نرم یا اونطور که ابتدا گفتیم جذب ذهن‌ها و قلب‌ها لااقل در کشورهای پیرامون خود ایران. و تأمین مالی و مدل‌های PPP یا مشارکت عمومی خصوصی هم باید در این سیاست صنعتی دیده شه. تضمین خرید دولتی یا ابزارهای مالی نوین تأمین مالی مثل اوراق سلامت که امروز تو بعضی کشورها مثل بریتانیا هم داره اتفاق میفته، در این سیاست صنعتی فرضی ما باید حتما در آینده گنجانده بشه. ترمیم نظام مالکیت فکری و انتقال فناوری حتما در این سیاست صنعتی باید باشه. مورد آخر میتونه جذاب باشه ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی با دیاسپورای ایرانی در بیوتک که میدونیم ایرانی‌ها در جهان در بخش پزشکی خیلی خوب دارن کار میکنن و ممکنه علاقمند باشن که و اتفاقا غیر سیاسی ترین دیاسپورای ایرانی همین بخشان در حوزه پزشکی و دارو و درمان. بنابراین احتمالاً وارد کرد دعوت اونها به ایران یا حتی در یک کشور ثالث برای این نوع مراکز تحقیقاتی مشترک ممکنه با کمک دولت امکان پذیر باشه. بعد ظرفیت سازی انسانی و مهارت‌های کلیدی که در ارتباط بین صنعت و دانشگاه
میتونه اتفاق بیفته و همینطور در حوزه فناوری‌های نوظهور در اون سیاست صنعتی باید به خصوص برای مقیاس‌سازی فناوری‌هایی که تا حدی توسعه پیدا می‌کنند در داخل کشور دولت باید برنامه‌ریزی داشته باشه و همینطور تاب‌آوری در برابر تحریم‌های و شوک‌های سیاسی بین‌المللی هم لازم هست، به خصوص API هایی که برای داروهای استراتژیک ایران لازم هست حتما میباید برای اون یک سند ملی ما داشته باشیم، از الان برای اون باید فکری شده باشه. درست مثل صنعت امنیت غذایی ما یک صنعت امنیت دارویی هم میباید در کشور تدوین بکنیم. مرسی. ببخشید. فرمودن آقای ترک درباره اسنپ بک و ممکنه سوال باشه برای خیلی ها هم خیلی کوتاه. چقدر وقت دارم آقای ترک؟ که چه اتفاقی خواهد افتاد، اون تبعاتی که اسنپ بک برگرده و اون اتفاقی که میتونه بالاخره آبستن یک سری حوادث باشه رو اگر بگین که دوستان میدونن توش چه فضایی هستیم خیلی ممنون. خب تکلیف اسنپ بک امروز روشن میشه. امروز 4 مهر ماه جمعه غالباً عصر به وقت ما معلوم خواهد شد که یا البته قرار است قطعنامه‌ای هم به پیشنهاد چین و روسیه داده شده برای رأی‌گیری که 6 ماه اسنپ بک رو، یعنی قطعنامه 2231 رو به عقب بندازن تا ببینن تکلیف مذاکرات ما با امریکایی‌ها به کجا میرسه. احتمال وتوش وجود داره، مطمئن نیستیم چه اتفاق میفته، اما به نظر من اگر که حتی این قطعنامه هم تصویب بشه، اتفاق بیفته ما 6 ماه داشته باشیم، به احتمال بسیار بالا 6 ماه بعد اسنپ بک رو خواهد داد، چون برداشت و این هست که امکان رسیدن ایران و امریکا به تفاهم و توافق وجود نداره به خاطر گپ انتظارات طرفین. پس ما باید آماده این باشیم. میدونید شما ما 6 تا با 6 قطعنامه مواجه هستیم دیگه. 1696 شروع میشه تا 1929. بدترین قطعنامه ها 1929 هست که خیلی مهمه ما بدونیم که این صنعت رو که مطلقا هدف نداره، یعنی دارو و درمان نیست، مستقیم اما غیر مستقیم حتما تحت تاثیر قرار میگیره، برای اینکه تمام سیستم بانکی ما متاثر خواهد شد از این قطعنامه. زنجیره تامین به طور جدی به مخاطره میفته، چون در قطعنامه 1929 کشورها مکلف شدند، حتی دیگه اختیار ندارند، مکلف شدند که اگر به محموله‌های دریایی یا هوایی ایران شک بکنند، اون محموله رو متوقف کنند، بازرسی کنند و در صورت که لازم باشه نابود بکنند. مثلا صرف این که زنجیرهای تأمین ما در واردات یا صادرات در حوزه دریایی یا هوایی با چنین ریسکی مواجه بشن، خود این یک آسیب بنیادی به صنایع مختلف ما خواهد بود. البته به رغم اینکه این خطرات وجود داره، یک نکته کلیدی در فهم این هست، حالا برای اینکه دچار فوبیا هم نشیم، البته باید نگران باشیم، باید بترسیم ولی فوبیا نباید داشته باشیم، این است که مبنای عملکردی، حالا این بگم بعد برسم به این، ما این تحریم‌ها رو الان هم داشتیم. تحریم‌های بانک‌های ما کاملا تحریم هستن، شبکه مالی ایران تحریم، ما از جهان منزوی هستیم، غالب کشورها تعادل مالی با ایران دچار مشکل هستن و انجام نمیدن. اما این اتفاق که رخ بده، اسنپ بک بشه و 6 قطعنامه برگردن، کاری که میکنین هست که 2 تا کلمه اضافه میکنه به تحریم‌های قبلی. یک، اونها رو الزام بهش میده رعایتش رو، 2 بهش مشروعیت میده. یعنی کشورها الان الزام نداشتن تحریم‌های امریکا رو رعایت کنن، الان دیگه موضوع قطعنامه‌های ملل متحده مجبورن رعایت کنن. 2 اینکه مشروعه، یعنی دچار خجالت و شرمساری هم نمیشن، کاملا مبنای قانونی داره. این 2 ویژگی اصلی این قطعنامه هاست. حالا نظارت بر اعمال تحریم ها خیلی خیلی مهمه. برای این در قطعنامه 1737 یک کمیته شکل گرفت به اسم کمیته تحریما، سانکشنز کمیتی. کار این کمیته این بود که با یک زیر مجموعه‌ای که داره به اسم پنل آف اکسپرتس نظارت میکرد روی اجرای
دقیق تحریم ها، اینکه همه دارن رعایت میکنن، کجاها داره نقض میشه، اطلاعات با هم شیر میکنن و این حرفا. اعضای کمیته تحریم همون 15 عضو شورای امنیتن، یعنی هم دائم هم غیر دائم. خب حالا نکته اینه، اسنپ بک که اتفاق میفته میدونید شما اتوماتیک اتفاق میفته، یعنی رأی گیری نمیشه که بخواد توسط چین و روسیه و غیره وتو بشه، امکان وتو نداره. اما چین و روسیه اعلام کردن که با این کار مخالفن. اگر حتی اتفاق بیفته، چون چین و روسیه مخالف هستن و در عین حال عضو کمیته 1737 هستن، کمیته تحریم ها هستن، میتونن در اونجا کارشکنی بکنن. تصمیمات کمیته تحریم ها با اجماع گرفته میشه، یعنی از 15 نفر یه نفر مخالف باشه هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ تصمیمی گرفته نمیشه. و اگه چین و روسیه بخوان اونجا مخالفت کنن کار تمامه. این خبر خوبیه برای ما، یعنی نظام یا رژیم تحریم ها به خاطر این سازوکاری که وجود داره در خود رژیم تحریم ها میتونه ناقص اجرا شه و این مقداری فضا رو برای ما مقداری بازتر میکنه. یه خبر خوبه، همچین نیمچه خبر خوبه، ولی اصل موضوع جای خودش باقیه، اینی که ایران از اقتصاد جهان جدا میشه، از زنجیره ارزش جهان منفصل میشه و این یک خطر بلند مدت برای ایران رو تشکیل میده. و بنابراین امیدوارم آقایون که در دولت هستند متوجه باشند که خروج ایران از ذیل فصل 7، تمام این قطعنامه‌ها ذیل فصل 7 منهای 1696 که ذیل ماده 40، مابقی ذیل ماده 41 منشورن و با ماده 42 یک قدم فاصله دارن. یعنی مشروعیت استفاده از زور جمعی علیه ایران، با همونطور که علیه عراق در اوت 91 اتفاق افتاد. خب این خیلی خطر بزرگیه و اگر اتفاق بیفته خروج ایران از اون دیگه مثل 2015 آسان نخواهد بود، به خاطر اینکه در اون دوره یک اجماع بین المللی وجود داشت. چین و غرب هنوز وارد منازعه اوکراین نشده بودند، هنوز ترامپ به قدرت نرسیده بود در امریکا، شی جین پینگ در چین نبود، اختلافات چین و امریکا اینقدر عمیق نشده بود، بنابراین اجماع نظر امکان پذیر بود. امروز که داریم حرف میزنیم این اجماع در شورای امنیت نزدیک به غیر ممکنه. بنابراین اگر ما ذیل فصل 7 رفتیم، متاسفانه به نظر من به این سادگی ها از اون بیرون نخواهیم اومد و این یک خطر دائمی برای ایران هست. امیدوارم رخ نده، اما اگر داد، همونطور که گفتم، راههایی وجود داره برای اینکه اثر اون رو تا درجاتی کمتر کنیم. مرسی.